من کامیار مرزویف، یکی از فعالان جامعه شهروندی و شبکه اجتماعی در بدخشان هستم. ما جوانان بدخشان نه به سیاست تاجیکستان کار داریم و نه به حکومت تاجیکستان کار داریم. نه دارای یگان گروه هستیم و نه دارای یگان پارتی هستیم. مقصد و مرام ما جوانان بدخشان این صلح و ثبات در وطن عزیزمون تاجیکستان می باشد. ما همه طرفه کوشش به خرج می دهیم تا خوراک رو به نگین بدخشان و بدخشان رو به دروازه طلایی تاجیکستان و تاجیکستان رو باشد به انگشترین جوان تبدیل دهیم. ما با دیگر برادران که در سرتاسر تاجیکستان زندگی دارند یگان کینه و دشمنی نداریم و می خواهیم با همه برادران که در سرتاسر تاجیکستان زندگی دارند رابطه دوستی و برادری رو برقرار کنیم تا میان ما رفت و آمد باشد. و به قول استاد لایق میگوید یکی گوید ز ختلانم تو رو چی، دیگر من از بدخشانم تو رو چی. دریغ نیست مردی که گوید من انسانم تو رو چی. ما جویای جنگ نیستیم، ما جویای صلح هستیم. خدایا بدخشان را نگاه دار، خدایا تاجیکستان را نگاه دار. نهار ویدیویی که در مابین فیلم نیروی قانون اومده است، در اونجا یک راننده رو در نویه روشن میکنند و از او 1700 سومانی رو میگیرند. با این نهار ویدیویتون شما میتوانید میون مردم جنگ اندازید. ما جویای جنگ نیستیم. بیایید به این گونه ویدیو اهمیت ندهیم. امون میخوایم امون راننده رو اگر از او سوم گرفتند او رو بیورید. ما مردم بدخشان، ما جوانان بدخشان، اگر این حقیقت باشد ما سومهای او رو دوباره میگردونیم. آخرین سخنان حضرت علی علیه السلام در لحظه های واپسین به فرزندان، نزدیکان و به همه مسلمانان. شما را به پرهیزکاری سفارش میکنم و با این که کارهای خود را منظم کنید همیشه در فکر اصلاح بین مسلمانان باشید. یتیمان را فراموش نکنید، حقوق همسایگان را رعایت کنید. قرآن را برنامه عملی خود قرار دهید. نماز را بسیار گرامی دارید که ستون دین شماست. در راه خداوند با ثروت، بیان و جان خود جهاد و فداکاری کنید. با هم بپیوندید، امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. چرا؟ که اگر از این وظیفه الهی سرپیچید پلیدان جامعه بر شما حکومت میکنند و آنگاه هرچه بر ضد آنان دعای و نفرین کنید مستجاب نخواهد شد. درود خدا پاکان و نیکان بر آن امام باد که ناتکرار بود.